سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام شما رو آشنا کنم با این موضوع و این مشکل که خیلی وقتا باش مواجه میشین، دلیلش هم نمیدونین. بعد از میبینید که بعد از یک هفته، یک ماه یا یه مدتی کارکرد ویبراتور باعث میشه که به اون دور نامی خودش نرسه، به اون سرعت نرسه یا اون میزان ارتعاش و لرزشی که شما میخواید رو نداشته باشید. دلیلش اینه که شما کابل رو مستقیم از داخل گلند ویبراتور رد میکنید، میره داخل ترمینال. این یه اشتباهیه، چون که باعث میشه ارتعاش خود ویبراتور باعث کابل هم بلرزه، سرسیمای سه‌فازتون که به ترمینال ویبراتور نصبه اینا شل بشه. برای جلوگیری از این کار باید اول کابل رو از داخل گوشواره ویبراتور، هر ویبراتور یه گوشواره داره جای قلا، رد میکنید، با یه سیم مفتول میبندین، بعد محکم میشه اینجا. بعد میرید داخل گلند، از داخل گلند رد میکنید. وقتی از داخل گلند رد کردید، مهره خود گلند رو باید صفر کنید. حتما با دست هم میتونید صفر کنید، با آچار هم میتونید صفر کنید که دیگه کابل تو جای خودش شل نمیشه. این ارتعاش باعث نمیشه که برق دو فاز برسه به ترمینال ویبراتور، از ترمینال هم به سیمپیچی منتقل بشه. خب زمانی که کابل رو از داخل گلند رد کردید و مهره گلند رو با دست یا با آچار صفر کردید، کابل رو میارید به 3 تا فیش داخل ترمینال هست که جای بستن سه‌فازتونه، سرسیمه سه‌فاز. یه زحمت بکشید همیشه، یا با وقتی که پانچش کردید یا با کابل شو با وایر شو قشنگ پانچش کنید، یا با لحیمش کنید که هیچ وقت این سیم افشانتون از فیشتون جدا نشه، شل نشه. و توجه کنید که هفته یک بار مهره های روی ترمینال رو باز کنید، مهره های زیرین رو، 6 تا مهره زیر رو آچار کشی کنید و مهره رو هم آچار کشی کنید. دلیل این که ویبراتورتون به دور نمیرسه و اون میزان ضربه نمیزنه و سیمپیچی میسوزه خیلی از مواقع اینه. هفته یک بار باید این رو آچار کشی کنید، مطمئن بشید و ببندید. و توجه کنید که ببینید همیشه ویبراتورها معمولا ویبراتوری که استانداردن یه دستورالعملی دارن، دستورالعمل رو همیشه باز کنید و مطالعه کنید. این خیلی تو کار بهتون کمک میکنه.